عمری به سر بردن مثال نوار فیلمی هست که همیشه از پیش نظر می گذرد. انسان همیشه در موفقیت و مشکلات روزگار و پیراهی طی کرده زندگیش نظر می کند و از نزدیکانش یاد می کند. برنامه نوبتی پیراها از روزگاری پر از مشقت و محبت آموزگاری سابقه داری قصه می کند که صدها نفر شاگردانش در بخش‌های گوناگون خواجگی خلق فعالیت می کنند. اینجا مکتب اینترنت جمهوری کودکان یتیم در ناحیه شهر نو است. مکانی است که هزاران نفر کودکان بی سرپناه در آن پناه بردند و آنجا دانش آموختند. لابد رحمت الله و 90 سال دارد. قسمت بیشتری عمر خود را در تربیت نسل نورس گذرانیده است. او آموزگاری است که محبتش نسبت به هر نفر شاگرد صمیمی و صادقانه بود. او یکی از آنهایی است که این مکان را خانه اصلی خود می داند. روزگار نورسیش پر از خاطره هایی هست که هر زمان عذابش می دهند. وقتی که جنگ دوم جهان سر شد سال 41 پدرم عسکری گرفتن. ما در یک قشلاق چارباغی ناحیه اورتپه پیشتره حضره استرافشان زندگی میکردیم. پدرم که عسکری رفتن بعد یک سال خبر وفات وی آمد. بعد از خبر وفات مادرم قطعی منو دادرک مایده 3 ساله ام از اورتپه به ناحیه نو حضره سپیتامین آمدیم. در اونجا ما هیچ کس نمیشناختیم، لیکن یک تا اپای من در همونجا شوهر کرده بود. وقتی که ما خونه وی آمدیم وی ما قبول نکردن. ما 3 کس در کوچه موندیم، در شهر بیگانه، در رایون، در ناحیه بیگانه در کوچه موندیم. خبری مرگ پدر برای لابد و مادر عزیزش خیلی وزنین بود. کودکان بی‌پرستار و مادر ناچار در پیراهه تقدیر ناتوانی می‌کردند. کسی به حال بیچارگان نگاه نمی‌کرد. یک مسافر دمان یک چایله داد. در همونجا ما قطعی مادرم و دادرم خواب و خیز میکردیم. مادرم سحر میخیز، من نمیدانم وی نانکاوی میرفت برای ما یا کارکاوی میرفت در شهر مسافری. ما قطعی دادرم خواب میرفتیم. دادرم مایده بود خوابش میبرد. من بیدار شدم کوچه ها میگشتم، نمیدانستم کجا روم. یک بار همه خیلی گشت شده بودم که نمیدانم ما چند قدر در اونجا استادیم در یادم نیست. یک بار در کوچه ها گشت شده بودم که یک میلیسانی من قپیدو در ماشین شنوند. ماشین گروزوای راهی بین لیلناباد و نو استادگی بود و من در همین ماشین شنوند. من همه خیلی گریه کردم. من گفتم من پیش مادرم میرم. یک کس من سخت کرتم قپیدو نماند. بعد از اون و ماشین راکی شد و ما لیلناباد آورد، حضره خوجند. کوچه های خالی ناحیه سپیتامین آخرین مکانی بودند که لابد مادرش را دیده بود. بعد از آن نمایندگان پلیس لابد و دیگر کودکانی در کوچه مانده را صاحبی کرده و کودکستان کودکان بی سرپناهی شهر خوجند میبرند. بعد 3 سال من با خانه بچگان قسطکوز گفتگی رایون آوردن ناحیه. در اونجا من
مکتب نخوندگی بودم 10 ساله بودم و مکتب تمام ندیدگی بودم نخوندگی بودم قطار کردن و پرسیدن که شما صنف چندم میخونید من تماما مکتب نرفتگی بودم در صنف 4 میخونم گفتم چون که من گفتم من 10 ساله من صنف 1 میخونم بعد بردن و من در صنف 4 شنوندن صنف 4 من 1 سال خوندم همه چیز یاد گرفتم و خواندن یاد نگرفتم بعد دویم سال من ماه اپریل کسل شدم با از تورنیک غلطیدم خودم گنده بودم شوخ بودم بسیار تورنیک بازی کردم از تورنیک غلطیدم و اپریل ماه من اگزامین امتحانش چی دیگرش چی نمیدونستم نرفتم سال دیگر رفتم و سپتامبر به سنی 5 شدم با یک زاوج یک آدم نامدار بود هوایم با طوله من معلم خیمیه بود همون وقت و دست من گرفته گفت تو در صنف ماندگی گفت من از صنف 4 با آورده شدم با بعد 12 سالگی لوبد را به مکتب اینترنت ناحیه شهر نو می آورند. این مکان بهترین خانه بود که لوبد را پسند آمده. او اینجا دوستان نو پیدا می کند و با کمک آنها دانشش بیشتر می شود. و او در قطار تربیت کنندگان پیش قدم شامل می شود. او از زمره آن نورسانی بود که همیشه در آزمون و المپیاده های فنی اشتراک می نمود و جایهای نمونوی را صاحب می شد. اینجا با آمدم همه بچه 1200 کس جمع شده بود در این اینترنت. اون وقت خانه بچه ها نامیده می شد دیدم نامیده می شد همه هر کت مشغول من بیکار می گردم ایسون اوسون بعد دیدم که یک دختره کتاب خوان شده است پیش رفته هوای ششتم یک روز هوای کتابخانیش گوش کردم روز دیگر آمدم گفتم نامش نادره بود هوای دختره فامیلش نمیدونم من گفتم نادره من به خواندن یاد دید گفتم با وای گفت که مایلش گفت وای گفت که روید گفت از کتابخانه همه خیلی کتابچه های افسانه هایی که میدونید گفت هوای گرید و خوانید یاد میگیرید همه خیلی کردم یاد گرفتم از صنف 5 از شهر نو آمدگیم تا 10 اعلا خواندم وقتی که در دیدم شهر نو میخوندن من از اون وقت این کسا میشناسم بسیار خواننده فعال خواننده علوچی و تشکیلاتچی خوبم بودم در بین دختران و صاحب ابرو اعتبار زیاده بودن. با کمک استادان بعد از ختم مکتب به دانشگاه آموزگاری تاجیکستان فاکولته خیمیا و بیولوژیا داخل شده این درگاه را با بهای اعلی ختم می کند. دانش خوبی او را به نوبت گرفته استادان می‌خواستند تا او در دانشگاه ماند ولی خواهش استادان خانه اینترنت و محبت این مکان برایش بالا می‌گیرد و او برمیگردد برای تعلیم کودکان مکتب اینترنت. 60 سال من در همین اینترنت همچون معلمه خیمی بیولوژی کار کردم در بسیار مکتب‌های ناحیه شهر نو مکتب قرطاق مکتب بطاش مکتب چوزی مکتب یکی خود شهر نو اینترنت همه جا معلمه خیمی شده کار کردم. لوبد رحمت الله و از اون آموزگارانی هستند که به معنای تامش رسالت آموزگاری را اجرا کردند. اون کس را ما در کار و فعالیت و در همکاری در مکتب اینترنت جمهوری کودکان یتیم در ناحیه شهر نو سالهای زیاد است که میشناسیم و همکاری زیج داریم. معلمه شخصیتی هستند پیش از همه که بسیار یک زنی مهربان زنی که هم مهربان هستم هم در برابر آن مصلحتچی خوبم هستم. وقتی که ما درس میگذاشتیم همه اسباب انجامای خیمه بود در خیمه شعار همین که شنیدن که بود مانند دیدن همه چی نشان میدادیم. طلبه های ما در المپیاده ها اشتراک کرده جاهای یکم دوم میگرفتن. سال 2010 بود وقتی که شاگرد معلمه رحمت الله و فیروز حیاتوف از فن بیولوژی رفته در
شهر یکاترینبورگ فدراسیای روسیه از فن بیولوژی سزاواری مدال طلا گشت و این موفقیت رو ما آموزگاران مکتب اینترنت و شاگردان مکتب اینترنت با همراهی معلمه میدونه چقدر یک با تمام همین افتخار و با سربلندی فیروز رو از شهر یکاترینبورگ قبول کردیم و چقدر افتخار میکردیم که شاگرد مکتب اینترنت بیوسته شاگرد معلمه رحمت الله و سزاوار مدال طلا گشت و در شهر یکاترینبورگ اینقدر در بین اینقدر دولت ها در بین اینقدر مکتب ها توانست که شاگرد ما موفق شود. در مکتب اینترنت لوبد رحمت الله و بخت خویش را می‌یابد و او با یکی از خدمتکنندگان این درگاه که در دانشگاه ملی تاجیکستان فاکولته فیزیک و متماتیک تحصیل میکرد خانه‌دار میشود و زندگی آنها را صحیفه های تازه و پر از نشاط رنگ میبخشد. وقتی که علو تمام کردن این کسا دیگه جو کارها فرستوندن هم نرفتند و اومدن با علاوه بر این شوهرشون هم همینجا به خونده تمام کرده معلومات اولی گرفتن پس دیگه جو فرستوندن عاقبت رحمتی دیرکتور اینترنت دیدم سلطانوف رفته از وزارت و یا از دیگه جو کارو وای کرده این میگه فرزندان منن و اختیار من میبیاد همین نوع آورده کار میتن وظیفه میتن خانه دار میکنن هر دوشانه خانه و جا تشکیل میکنن و با دستگیری که از دستشون میومد میکردن معلمه و معلم رحمت الله به یک ابروی بلندی اومد سزاوار شدن. دانشگاه تمام کرده اومدم شوهر شونده من قطعی من همیشه تربیه یافتگی بود یک صنف میخوندیم قطعی شوهرم وقتی که من 4 سال خونده اومدم و یا در دانشگاه ملی 5 سال خوندن بعد از تمام کردن وای ها دیرکتور زاوچ من اینترنت میخواست که ما خانه‌دار شویم سبب هوای شد که ما یا توی کردن زاوچ دیرکتور اینترنت همین کسی که خواستن هم در ناحیه کسی آدمای کلانه خودشون تکلیف کردن خودشون توی کردن کلکتیو کارگرای همین اینترنت که توی کلان کرده دادن ما با 6 نوامبر سال 1958 ما قطع رحمت الله خانه‌دار شدیم. لوبد رحمت الله و در خانه اینترنتی ناحیه شهر نو نزدیک به 60 سال فعالیت کرده است. او در این مکان از آموزگار خرد سر کرده تا وظیفه های راهبری کننده رسیده است. در این هنگام شاگردان زیادی را تربیت نموده و آنها را درس زندگی داده است. لوباتوی دادابویونا در طول عمری با برکت خودشان با آن مشرف گردیدند که شاگردان زیاد تربیت نمایند و با تمام سمت‌های اجتماعی روانه سازند. امروز شاگردان آنها بهت زیادند. آنها در تمام قشرهای جامعه کار و فعالیت میکنند و حالا هم باشد نوابسته از آن که آن کس امروز به سن مبارک 90 رسیدند تا به امروز شاگردانشان از در آن کس همچون آموزگار مراجعت کرده وارد می شوند و برای گرفتن علمهای دقیق حرکت بران می کنند. خصوصا در سمتی که امروز تربیه نسل نورس به همین گونه استادانی که در روحیه وطن دوستی و وطن پرستی خویشتن شناسی تربیت می کنند بسیار هم ما ضرورت داریم و باوری کامل دارم که معلمه عزیز ما در طول سالهای من بعد نیست ما از آنها بسیار هم تجربه بوی کافی و زندگی میگیریم و برای کار و فعالیت خود ثمرناک استفاده میبریم. تمام عمر همیشه به کارکر هیچ جا نرفتن هرچند که بسیار جا دعوت میکردن به خاطر همیشه با اینو کلان شدگی و از صدق دل کار کردن. همه شهرنوی ها افتخار میکنن حرمت میکنن عزت میکنن مکتبا به تست واخوریا به جیغ میزنن و برای معلمای جوانی که در مکتبا کار میکنن یک نمونه بهترین هستند. من از صرف نظر از سن سالشون خیلی بودنشون تا حاضر بچهای شهرنو که مکتبای عالی به داخل شدن میکنن اومده تعلیم میتند و اونها برای
درستی حیات هدایت میکنند. امروز یک گروه شاگردانش استادان عنواندار در دانشگاه و دانشکده‌های کشور هستند. گروه دیگر در دانشگاه‌های وطنی و خارجی تعلیم می‌گیرند. من سالهای 1962-64 در مکتب اینترنت شهرنو تحصیل نمودم. اون سالها در ما معلم محترم لباد ادب‌های از فن شیمی بیولوژی و معلم محترم رحمت الله نعمت الله از فن فیزیک و متماتیک درس می‌دادند. ما سال 1964 خط نمودیم 19 نفر همه تمام کنندگان همون صنف و مکتب‌های عالی داخل شدند و صاحب دیپلم عالی شدند. در آینده در خلق وطن خدمت نمودیم. یکی از خصوصیات صنف ما همین بود که ما گروه فن‌های شیمی و فیزیک مشغول می‌شدیم و بسیار مسائل المپیادی حل می‌کردیم و رفته در المپیادهای جمهوری مدال‌های همون اساسی را بیشتر می‌آمدیم. یک قسم شاگردانی که امروز معلم لوباتو دادبویونا تربیت کردن در دانشگاه و دانشکده‌ها به حیث استاد فعالیت دارند. یک زمره شاگردانشان امروز علاقه دانشجو هستند و زمره دیگری آنها علاقه غالبان آزمون جمهوری علم فروغ معرفت گشتند و این سال نیز علاقه شاگردان آماده کردن آنها نیز علاقه به دور دوم آزمون آمادگی گرفته ایستادند. لوبا رحمت الله میگوید که همیشه شاگردان را تاکید نموده است تا فن‌های دقیق را آموزند، زیرا این فن‌ها برای پیشروی جامعه ما نقشی بارز دارند. ما یک از سبب‌های که ما معلمان رو حرمت می‌کنیم که درس‌ها بسیار صمیمی بودن، پوره بودن، همین درس‌ها فهما بودن. معلمان تمام معلمان همین دوره شوروی بودن، همون فن 100% می‌دانستند. و بس از آن ما بس از ساعت 3 درس‌های علاوگی داشتیم در همین بنا داشتیم. معلمان آمده با ما درس علاوگی می‌گذاشتن. همین خیلی شد که وقتی که من ابیتورینت بودم و در اشتراک کردم در کنسولتاسیا، همون شخصی که به ما وای میداد طلای سوپی شدن. همین دیدن که در بین همونها بچه‌هایی که کش میکنن به همه سوالش من جواب میدم، به همه سوالش. و مرا حتی از وقتی امتحان رفتن همه خیلی بردن و گفتن رئیس جیغدان، گفتن این که پرسید، رئیس پرسید و بعد خلاصه و یک دفعه 5 ماه این خدمت‌های معلمه بود. همچون آموزگار اگر نسبتی معلمه گپ زنیم، لوباد رحمت الله و معلمه بودند که بسیار سرطلب بودند. اون کس نسبتی شاگردانشان به نهایت سرطلب بودند. از فن بیولوژی درس میدیدند. عین حال هم که حالی شاگردها رو تربیت کرده ایستادند و درس‌های علاوه‌ای شاگردان زیادی رو برای تیار کردن به دانشگاه طبی تیار میکنن از فن شیمی بیولوژی. اون کس هم خیلی یک آموزگاری هستند بسیار صمیمی، بسیار سرطلب و رسالت آموزگاری رو من در سیمای همین کس شناختم. وقتی از جانب پیشوای ملت اساسگذاری صلح و وحدت ملی محترم امام علی رحمان 20 ساله آموزش و رشد علم‌های دقیق، ریاضی و طبیعت شناسی اعلان شد، شادی معلمه حد و کنار نداشت. 20 سالگی از سال 20 تا 40 ما فن‌های دقیق ترقی دهیم، به حد من خرسند شدم. من همچون معلمه شیمی که در همین سال کار کردم به حد خرسند شدم. من گفتم اخیران من به مقصدم رسیدم، گفتم که شیمی ترقی میکند. به حد خرسند شدم. وقتی که 20 ساله آموزش فن‌های دقیق ریاضی و طبیعی اعلان شد، معلمه همین چنان خرسند شدند، چنان افتخار کردند که ببینید که حکومت جمهوری با آموزش فن‌های دقیق، با آموزش فن‌های طبیعی اینقدر رغبت پیدا کردند و هدف به واسطه همین عملی شدن هدف 4 استراتژی دولت این صنعتی کنانی رو از آموزش فن‌های شیمی بیولوژی می‌دانستند و دویم تاکید می‌کردند که فن شیمی بیولوژی
این جمعیت رو میسازاند، صنعت رو پیش میبرد، دولت رو بوی میگرداند، غنی میگرداند و همیشه شاگردان رو نیز به همین چیز توصیه میدادن که بیشتر فنهای طبیعی دقیق رو بیشتر آموزند. لعبد رحمت الله و صاحب 5 فرزند است. فرزندانش همچون او صاحب علمند و در خدمت خلق و وطن. یگانه پسرش در ساحه اویاسیا تحصیل نموده و همچون سرنشین هواپیما در خارج کشور فعالیت می نماید. او می گوید که شمار فرزندانش خیلی زیادند، زیرا تمام شاگردانش که به او تماس می گیرند او را مادر گفته صدا می کنند. اینها خط کنندگان سال 1975 هستند. چون به عیادت معلمه آمده اند، همراه به مکتب اینترنت آمده با شاگردان این درگاه صحبت نمودند، از زندگی خود قصه کردند و محبت های معلمه را به یاد آوردند. میخوایم که همین شخصان بزرگ هرچی بیشتر در هر یک قشلاق، در هر یک شهر، در هر یک کوچه پیدا شود و تاجیکستان ما از خدمت همین خیلی برین فرزندان باز هم گل برین شکوفت و آبرو اعتبارش در جهان باز هم بلند شود. لعبد رحمت الله و میگوید که از زندگی خود با همه مشکل ها و دردهایش راضی است، زیرا امروز در سرزمین زندگی میکند که هیچ یک فرزندش دور از غمخواری و محبت نمیماند. به حد من خرسندم. میخواهم که تاجیکستان من دائما گل شکوفت، دائما اصلا تاجیکستان با پیش باشد، ساحه خیمیه ترقی کند. من همچون معلمه خیمیه میخواهم که ساحه خیمیه ترقی کند. ساحه خیمیه ترقی کند، همه ساحه ترقی میکنن. من همه خیلی فکر میکنم.